اسکلیم یا نه؟ مثلا این ویدیو میخوایم ببینیم که آیا ما اسکلیم یا نه. پس به خاطر همین ما از چت جی پی تی خواستیم که ببینیم به خاطر همین از چت جی پی تی خواستیم که چند تا تست به ما بده ببینیم ما اسکلیم یا نه. تستا که به ما داد 2 مرحله است، عملی و سوالی. دوستان اونجا یه خرگوش هست. دوستان عزیز، همکنون آهو ایوا فرار کرد. شما هم میخواید ما بفهمید که آیا اسکلید یا نه. تا این ویدیو رو همراه باشید. ولی قبل از اینکه بریم سراغ سوالهای چت جی پی تی باید بفهمیم اصلا معنی اسکل چیه. این دلیل نمیشه که سوالات چت جی پی تی گفته رو ما بتونیم انجام بدیم عاقلیم، یا نتونیم انجام بدیم اسکلیم. خب مرحله اول تست های سوالی. الان داریم از ما میپرسه ولی من اصلا از اون سوالا خبر ندارم. بریم که ببینیم سوالات چیه. لیتس گو. سوال اول، زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین؟ زمین. آفرین. من باهوشم. اسکل میشم. سوال دوم، مرز مشترک ایران و چین چقدره؟ مرز مشترک نداره، به خاطر که مرز مشترک یعنی که اون دو کشور کنار هم باشن. آفرین. عالیه. آخر. یعنی سال. آره. 2 کیلو پنبه سنگین تره یا 2 کیلو آهن؟ 2 کیلو آهن. مطمئنی؟ آره. دلیلتو میتونی بگی؟ آهن وزن بیشتری داره، ولی پنبه نه وزن خاصی نداره. توجه کردی چی میگم؟ 2 کیلو آهن، 2 کیلو پنبه. خب جفتشون چی هن؟ 2 کیلو هن. خب ولی یه 2 کیلو میتونه از یه 2 کیلو دیگه بیشتر باشه؟ آره، چون مقدار جنسشون فرق میکنه. آهن وزن بیشتری داره ولی پنبه وزن خاصی نداره. مثلا من به تنهایی میتونم بیام 2 کیلو آهن رو بلند کنم، نه ولی 2 کیلو پنبه رو میتونم مثلا بزنم داخل گونه بلند کنم. نتیجه این شد که از 3 تا سوال یه دونه‌شو غلطش جواب دادی. سال سوم. آره. ای لعنتی. ولی جای خوبش اینه که اسکل نیستی. آره. نکته مهمشه ببینی. نیمه پره لیوان. کجا؟ بگو. چی بگم؟ بخش دوم. بخش دوم. گاری. همونش که مسخره بازی من تماشا کردی به عنوان یه پیام بازرگانی. بریم سراغ تست های اصلی دوم عملی. توپق میزنی. بابا ولمون کن. رو سوال بعدی. خب سوال بعدی چیه؟ سوال بعدی از ما خواسته بود که یک پیراهن رو تا کنیم. به ما نه پیراهن داریم که بخوایم تاش کنیم. بعد از چه خواستیم که یه دونه از چت جی پی تی خواستیم که یه دونه سوال جاگزینی به ما بده. اون هم گفتش که بند کفشتون بده و ما دسته با دمپایی اومدیم و باید الان یه کفش پیدا کنیم که اونو ببندیم. بریم. رودخونه است. من تو رودخونه. این فیلم میگیری؟ بچه اینجا یه رودخونه خیلی خوشیه. چی گفت؟ اینها اینجوری بوده. کاش هنوز آب بود. نمیشه اونا موتور آب بگیرن اینجا آب بدن. با همین سوال نشون دادی که واقعا یک اسکل واقعی هستی. بابا این داخل سوال نه، ببینید به خدا اینجا رودخونه. این از شنایی که قبلا در دریا بوده. هم پای پیدا نکردی؟ نه در پیک هستم. احتمالا اون بالای رودخونه باشه. بریم شاید یکی تو آب قبلا داشت بازی میکرد 40 سال 50 سال پیش دم پایش افتاده. چند سال اینجا خوش شده؟ ما کفش میخوایم. حالا کفش حالا چند سال اینجا خوش شده؟ حالا بخیبلش. این دم پایی. نه به کارمون نمیاد. کفش میخوایم. کفش اونور زیاد هست. رودخونه که پر از سنگ‌های زیباست. یه دونه پیدا کردم. ای وای چوبه. میان خیلی باهوشم. من داشتم شما رو امتحان میکردم. خیلی. یه من باهوشم. این سنگه رو. سنگ‌های مرمره؟
مره چه مری؟ خیلی خوشگلن. دوستان ما بس از چند ساعت گشتن خوشبختانه متاسفانه هیچ کفشی یافته نشد و کلا این ساعت در نظر نمیگه. شما فکر کنید ما نگفتیم، خریدی ندیدی. بخش بعدی که چت جی پی تی به ما گفته سوالهای منطقیه. دایی سوالهای منطقی چیست؟ جان اولین سوالو میخوام بهت بگم. یا اگه یه آدمی بهت بگه من دروغگو هستم، راستگوه یا دروغگو؟ راستگو. چلا؟ امکان داره که الکی بیا، امکان داره که واقعا دروغگو باشه، بیا بگم من آدم دروغگویم، دبیرن راست میگه. آفرین. ولی دوستان این جواب واضحی نیست به نظر من و شما تو کامنت ها بهم بگید. خب شاید راستگو باشه، نه شاید دروغگو باشه، بیاد بگی من آدم دروغگویم. خب و ما بگیم دروغ گفتی و در اصل دروغ گفته و راست گفته. کلا سوال خیلی پیشرفته. سوال دوم. بله. اگه یه کشتی پر از طلا غرق بشه چی میشه؟ طلاها خیس میشن. اوه چه جالب. بعد اوج میشن. بعد من همون لحظه میرم گلدون ماهیگیری برمیگردم طلا میگیرم. بعد فولدار میشم. دوستان ما کل ویدیو رو به چت جی پی تی توضیح دادیم یعنی چه جوابهایی بهش دادیم و او به من گفتش که پس شما اسکول نیستید. کامنت بذار برای حمایت از من و یادتون نره که جوابتون سوال مردم بذارید تو کامنت ها، حتما سر میزنم. بعد به سفید و قرمز کن، زنگوله رو بزن چون میخوام اولین کسی که ویدیو میبینه خودتو باشی. لطفا من خیلی گناه دارم و تو بار بدم.